درود میگویم با شما بیننده‌های عزیزی شبکه سفینه، چون همیشگی این وقت و ساعت رسیدیم به دیدار همدیگر و این برنامه نوبتی لذیذ با جمشید است. مهمانی نوبتی ما هستند هنرپیشه خلقی جمهوری تاجیکستان دولتی عبیدالله. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوش آمدید به استودیوی ما، خوش آمدید به استودیوی لذیذ با جمشید. آفرین آفرین، تشکر. حالا احوالتون خوب است؟ الحمدلله. شما در آغاز امکان دارید که برای بیننده‌های عزیز شبکه سفینه، خاصتا برای دوستداران برنامه لذیذ با جمشید یک سلامی ویژه خود را برسونید. سلام عرض میکنیم به همه بینندگان تلویزیونی سفینه و برنامه لذیذ که مخلصان و هواداران زیاد دارد به فکرم. تشکر. بله البته من یکی از مخلصان خود بنده است. سلامت باشم. تماشا میکنم، خوشم میآید. سلامت باشم. خب بیننده ها به صبرانه انتظارند که امروز کدام خوراک رو شما آماده میکنید و من به شما کمک میرسونم. باشد. خب از تماشابین پنهان نباید باشد که ما پیش از برنامه مسئله چند خوراک های دیگر رو هم کرده بودیم، ولی آمدیم سری یک غذای بسیار خوب و بسیار سبوک خوشخور به اصطلاح تنیزی رویشی، یک صفا بخش و طعم را بالیده روح بخش، با نام برنجابه که در بعض نقاط تاجیکستان شوله هم میگویند. شاید سینونیم های دیگر هم در دیگر منطقه باشد. ولی شوله از برنجابه با کلی فرق دارد. نه، همین برنجابه رو مردم حصار شوله میگویند. شوله میگویند. شوله رو چی میگویند اونها؟ شوله رو برنجابه. سلامت باشن. خب خلاصه گپ بیننده عزیز، شما فهمیدید سخن درباره کدام خوراک میرود. بسیار لذیذ است و اون افرانی که کمک به همین بیماری زکام گرفتار میشوند، عین مدعاست همین خوراک تست کرده نوش جان میکنند، میخورند و در یک مدت کوتاه چی میشوند؟ بسیار میگذرد. خلاصه گپ کدام محصولات به این خوراک لازم است برای آماده کردن این خوراک؟ پیش از همه آب ما تیار است. خب میجوشد. ما یعنی بار دیگر در آغاز میگوییم 2 لیتر آب را میریزیم. 2 لیتر آب. با 2 لیتر آب جمشید جان برنجتی این خیلی میکنیم. اکوی بدلو این خیلی میکنیم. یعنی بیننده عزیز، برای خوراک امروزه ما لازم است اساسش برنج، بعداً آب، کبودی های گوناگون، یعنی در اینجا هست بهترش خودتون نمبر کنید ریحان، پودینه، اوکراپ، گشنیج، پیاز سبز و چه گیاهای سبز غذایی که در بازار هست، کبودی های هست میتوانید استفاده کنید. موافق طبع و ذوق. بله میتونیم. پیاز سبزی را پمیدار را استفاده میبریم و باز خوکه های خوشبوی کننده در اینجا هست. ادویجات. بله. خب در اینجا خوکه های خوشبوی کننده در اینجا یک چند انمون خوشبویی ها یکجا کرده شده است. بعدا ما زیره داریم، مرچ داریم، قرنفل بلغاری داریم، بله، و نمک، آب. حتما. پیش از همه جمشید جان، خیر، با همین آبی که 2 لیتر آب گفتیم، ما برنج را دوستان به صبرانه انتظارند میمونیم ما که دویم مراتب است الکی برنج رو میگیرد میره میکنیم. شروع میکنیم دوستان به یگان خب وقفه. نجوشیده است؟ نه حالا نجوشیده برنج را میاندازیم. خب تخمین انمی قدر برنج برای 2 لیتر آب. خیلی خوب. یعنی از جهت دیگر این خوراک بسیار خوراکی کم مصرف است. بله، دل خدا میتواند آماده کند. خیلی سبک است، اونقدر مثلا صرفه زیاد ندارد. محصولاتی که در خانه‌دانی هر یکی ما هست همیشه هست. گوشت هم لازم نیست. بله. انا اکنون نمک رو هم ایلوه میکنیم. نمکی کلان است نه؟ خوشگل جمشید جان. خب نمکی همین آشی خوب است. اون نمکی که برای سالاد ها میکنن و برای خودشون میکنن اکسترا است، اونقدر خوب نیست. انا همین قدر نمک رو تخمین. دوستان عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه اون که مهمونی ما دولتی عبیدالله نمک رو اضافه میکنند، یک وقفه کوتاه داریم، بعدا برمیگردیم و شروع میکنیم با معده کردن سبزیجات ما رو همراه باشید.
дӯстони азиз, ташаккур ки бо мо ҳастед, бо мо пайвастен. Нафароне ки навакак ба шабакаи мо пайвастанд, бори дигар мегӯем ки шумо барномаи лазиз бо ҷамшедро тамошо доред ва меҳмони ман ҳастанд Давлати Убайдулло, ҳунарпешаи бисёр маҳбуби мо. Аз чӣ шурӯъ мекунем? Ман медиҳам ба шумо пиёзро медиҳам. Хоб, барои ин хоб лозим аст. яъне чанд дона лозим аст барои мо? хоб, пиёзро майда мекунем ва ҳозир мефаҳмем ки то кадом андоза хоб шумо сабзиро майда кунед. Бале. Сабзиро Ҷамшедҷон хоб дӯст медорад. Ҷамшедҷон. Хоб. Сабзиро мисли ба 4 кунҷа майда кардам. 4 кунҷа мисли нахуд. Хоб. яъне ман ҳозир мисли ош майда кунед, баъд хоб 4 кунҷа мисли нахуд буред. Сабзи пиёзро ҳам ман дӯст медорам, ана ҳамин хел ин мисли шумо гуфтед пиёзро дӯст медоред ва ман суол карданиам ки умуман дар интихоби хӯрок чӣ гуна ҳастед шумо? бисёр як нафари нозукбину нозуксанҷ ҳастед ё ин ки фарқе надорад асосаш ки хӯрок намак дошта бошад ва рости ман ба истилоҳи урупоиё гурман нестам, яъне ки бисёр эҳтиёткор дар интихоби ғизо. равем хона ҳар чӣ ки бошад шукр гуфта истеъмол кардан мегирем. набошад вазъият хуб намешавад. ва албатта шӯхӣ мекунам. хуб бинед акнун чӣ гуна кунам инро? ана ҳамиро бо ана инҳоро ҷудо кунед. хоб ҷудо мекунем. метавонед дусетаги ана хел ҷудо кунед. хоб ман як то мекунем. баъд саломат бошанд, саломат бошанд. хеле хуб. яъне хӯроки дӯстдошта низ надоред ба қавли худатон ё ҳаст? дӯстдошта дорам. хӯрокҳои ман ҳама хӯрокҳоро дӯст медорам. шӯрборо ҳам дӯст медорам. хуб оши палавро ҳам дӯст медорам. оши палавро бисёр дӯст медорам. бале фикр мекунам нафаре нест дар хуб мардуми мо ки оши палавро дӯст надорад. вале ба ҳар ҳол баъзан ҳамин хел мешавад ҷамшедҷон ки бо рафтани сину сол дигар ғизоҳои сахтро хӯрдан мушкил аст. вале ба ҳар ҳол нисфирӯзӣ оши палави хубро хӯрдан бисёр гуворост. роҳатиҷон аз бале. саломат бошанд. хеле хуб. хуб ман то андозае маълумот дорам дар бораи анамин фаъолияти шумо. хуб шумо фақат самти театрро хуб пеша кардаед. яъне ман назари ман он аст, фикри ман он аст ки вақте ки ягон ҳунарпеша дар театр бошад, фарқ надорад хо ҳунарпешаи театр ё кино бошад, дар ҳар ҷояшон аллакай шурӯъ мекунанд нақшофариро. ва шумо дар кино бисёр кам, дар синемо кам нақш офаридаед. оне ки дар масалан театр бисёр нақшҳои зиёд ва хуб офаридед. хуб чӣ гуфта метавонед атрофи анамин суоли ман? ташаккур, шумо дуруст қайд кардед. ман рости ҷамшедҷон ҳеҷ гоҳ орзуи азхурдӣ, орзуи дар филмҳо нақшофарӣ кардан ва ё як дурбин ё камераро гирифтану як филме ба навор гирифтанро надоштам. барои чӣ? намедонам, фаҳмонда наметавонам, чунки азхурдӣ фани адабиёт, таърих ва мо кружоки драмавӣ доштем дар мактаб ва устоди мо Латиф Латипов ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, яке аз асосгузорони театри тоҷик устодамон буданд. ҳамин меҳри театр ростӣ дар диламон сахт ҷо гирифта буд ва дигар орзуи он қадар филмҳоро намекардем. ва дар театр нақшҳои зиёде наофаридам. баъд вақте ки дар риштаи коргардонӣ таҳсил кардем, дигар омадему намоишномаҳои зиёдеро рӯи саҳна
آوردید. بله. دوستان در همین لحظه انا اکنون سرپوش رو میگیریم. خب سرپوش رو میگیریم سری وقت من فکر کردم شما میگویید که اکنون سرپوش رو نرس منجو شد. نه. خب کفتن لازم هست یا نه؟ نه هیچ با هیچ وجه. خب چون شما در برنامه ما شراکت دارید، برنامه پخت و پزی است و من باید قید کنم که در یکی از نمایشنامه‌های بسیار عالی شما سخن درباره همین خورد و خوراک می رود. در اونجا اویله شما یک کرم را گرفته بسیار بلند مایده کرده ایستاده است و شما خب تمام دوستانتون رو چیکار میکنید؟ دعوت میکنید که در خانه مثلا آشی پلو است، خواهش میکنم مرحمت به خانه ما شما رو دعوت میکنیم دوستان رو و شما در اونجا میگید که کمک همین سبزیش نمیرسد، اگر 1-2 کیلو سبزی بیارید خوبتر میشود و اونها میارند. خلاص گپ که یک نمایشنامه خیلی خوب است و سخن درباره همین خب خورد و خوراک است که در اون خانه یک نصف کرم است ولی مهمان ها میارند همه محصولات رو میارند. خب کمک قصه میکردید از همین نمایشنامه. راستی تاریخ اینم من پیاز اندازم صحبت کردن گیریم به چون و چرا و شما امکان دارید. انا راستی ما یک قصه رو دوره دانشجویی که در شهر لنینگراد گذشته بود خیر از سرمون نقل کردیم به دوستان و اونها همین قصه ما رو نقل ما رو با جمعه قدوس و چند نفر دیگر یک سیناریو کردند که این کار دوره دانشجویی در شهر لنینگراد سن پیتربورگ حاضره بله به وقوع پیوسته بود و در همون جا این واقعه رو وقتی که نقل کردیم من نمیدونستم که این سناریو می نویسند و بعد ما در بالا میمونیم. کار به این درجه می آید. انا بعد یک روز یار محمد رالف و رستم شوازیموف و همین جمعه قدوس از پیش راه هم بر اومدن و گفتن که همین نقش رو خودت بازی میکنی. راستی من همین قدر که گفتم که من آدم سینما نیستم، من اونقدر آرزوی کارم ندارم و تکنولوژی کینو از تکنولوژی تئاتر فرق میکند. این نویله تلویزیونی بود همینطور؟ نمیدونم این همچون یک فیلمی بدیهی گویا گرفتن ولی به هر صورت نمیدونم چی شد ولی من تئاتر رو بیشتر دوست می‌دارم جمشید جان. به هر حال آدمی سینما نیستم اونقدر ولی من از بزرگان سینما راحت میکنم. عصر 20 در دنیا فقط ایناکینتیس مکتونوفسکی را داد، دیگر از این هنرمندی بزرگتر بشر نداده است در ساحه سینما و تئاتر. خب ما پیاز را انداختیم. کافی است همین قدر سبزی؟ زیاد است تو بس است. خیلی خوب. خب ما باید که نمک برنجابه رو یک سنجیده بینیم. دوستان عزیز بعد از یک لحظه برمیگردیم و نمک رو نیز میسنجیم. ما رو همراه باشید. تشکر که با ما هستید و اکنون آشخانه ما رو یک بوی بسیار لذیذ فرا گرفته است و این بوی رو فقط خب من در همون ایام کودکی در دهات وقتی که بیبیمون مامامون میگفتیم در همون جایی که خب دیگ هست دیگ دون هست در همونجا با همون چوب ها علاو میکردند و بسیار یک بوی بسیار خوب به مشام میرسید و همین یادآوری از همین دهات است. بسیار خوب است. تا این دم چیکار کردیم؟ الکای گفتند در آب الکای برنج رو انداختیم، بعداً خب پیاز رو انداختیم، نمکش رو الکای سنجیدیم و بار دیگر میسنجیم. خب بار دیگر میسنجیم. اولیست. اکنون من فکر میکنم که وقتی اون رسیده است که پامیدور رو اول جمشید جان یک کار کنیم، کبودی ها رو اندازیم. الکای میاندازیم. کبودی رو میاندازیم. دوستان اکنون من به شما کمک میکنم. کبودی ها رو میاندازیم. اول شروع میکنیم از هر کدامش نیمی ما میاندازیم. رفت اوکراپ رفت. پودینه به
پودینه لب یابی واقعا هم عالی عالی باز یک کمی دیگر فکر خب، نکنم اکنون زیادتر رای باشه بکی نیست نه ما اینو برای بعدا، نه؟ خورش با ایلوما میکنیم. لازم میشود اینو خب. انا کم پیازی سبز یک سبز. کمی پیازی سبز و بعداً انا پیازی سبز و گشنیش به به انا کفایه کفایه است اکنون سرپوش رو جمشید جان اگر پوشت ما یک کمی جوشد یعنی که حرارت در همون بلند باید باشد ها می توانیم کمی پستر کنیم ما که پستر میکنیم دوستان عزیز. خب 8 7 6 خوب است خوب است خوب است خیلی خوب دوستان وقتی اون رسیده است که پامیدور رو ما خب میده کنیم. چند تا لازم است؟ 2 تا شما گیرید 2 تا من خب مرحمت 2 تا شما خب 2 تا من خیر انا اکنون فویاست. پامیدور رو میده میکنیم میده میکنیم و کمی اندکتر ما با برنجابه همون پامیدور هم همراه میکنیم یک همراه کمی. میکنیم. و قسمی از پامیدور رو بعد برای خورش الوهیده بله وقتی که برنجابه رو کشیدیم در نزد خودمون یا مهمون یک کمی از این خورش پامیدور رو میگذاریم خیلی خوب میشه خیلی خوب میشه. خب. اینک پامیدور رو چارکنجه میده میکنیم. از دوران کودکی یک دولت نورسی رو من خاصتا در نظر دارم که خب کدام خوراک های مادر بیشتر طبع دل شما بود؟ کدام حالت ها بود که مقصد خوراک بسیار لذیذ بود در همون دوره فکر میکنم همین طور است؟ به مادری ما یگان یادداشتی هست؟ حتما مادری ما خدا رحمتشان کند راشون شد بود خراسان نام داشتن. خراسان عجب نامی بسیار یک نام زیبا تاجیکانه و همه غذاهایی که مادر آماده میکردن دوستشون میداشتن. خیر ولی همین جوان بودیم مکتب خون بودیم بعد دانشجو هم بودیم همین فطیرهایی که مادرم میپختند فطیر بله در تنور چکدان بله بله ما حولی داشتیم. خب همین سرپوشش میگیریم میگیریم چی خیلی که سرپوش سغری نامده کوی دولت نه عموما سرپوش پیاز و کبودی آمادن. خیلی خوب سبزی رو کی میاندازیم؟ سبزی رو یک کمی اندکتر. خب ادامه میدیم صحبت رو خیر خب همین فطیرهای مادرم چنان خوش لذت بودن تا حاضر من یگان جا همین قدر فطیر خوشمزه رو نخوردم. ولی همه غذاهایی که مادر آماده میکردن تمامی غذاهاشون بله دوست میداشتم ولی ارکن نبودم که من فلان چیز رو دوست میدارم و تا حاضرم ارکن نیستم در موضوع خوردن غذا. خیر یعنی این معنی رو دارد که در مادر که ارکگی نکردی دیگر در زندگی نیست دیگر. در نزد مادر که ارکگی نکردیم دیگر در زندگی هم اونقدر ارکه نیستیم راستی جمشید جان و خدا را شکر از زندگی خود بسیار شکرانه میکنم. خدا را شکر و از این آرامی و تنجی که در کشور است از این زیبایی هایی که در کشور است من خوشبخترین آدمم جمشید جان. ما هممون بله خیلی خوب. خب پامیدوری ما هم قریب که تیار است. الکی بینید که بینندوی عزیز در یک مدتی کوتاه اکوی دولت باقی رسوندن و من از کوشش میکنم در یک وقتی معین این رو چکار کنیم باقی رسونیم ریزه کردن. عموما گیریم اگر این خوراک بسیار سبک است آماده کردنش نیز یگون خب انا هیچ مشکلی ندارد. آب و برنج میجوشد بعد پیاز رو با کبودی رو همه چیز رو همراه میکنیم. جمشید جان کمی سبزی اندازیم. سبزی می اندازیم بله مایلش. خب چقدر اندازم شما گوید من می اندازم. خب خیر یک
باز همین قدره که دیگر کمک دیگر باز بس کفایه است. من کمک حرارت رو بلندتر میکنم برای اون که کمتر سستر سبزی شد. ما سستر شد. شما راضیید؟ بله 8 میکنیم. سرپوش پوشیده بود میجوشید. سرپوش رو گرفتیم. خب اولین نقشه که شما در نمایشنامه آفریدید سالی چند بود در خطوطی دارید؟ اگر سالش رو نیست نگویید هیچ بوکی نیست. کی بود؟ کدام نمایشنامه؟ دوره مکتبخوانی در همون کروژوک دراموی که اشاره کردیم صحنه‌چه ها بازی میکردیم. همین مکتب کهنه استاد صدرالدین عینی را هم در مکتب رقم 15 روی صحنه آورده بودیم. همین ناحیه شامنصور. اون وقت ناحیه راه آهن نام داشت. بله. خب همونجا خلیفه مکتب رو بازی میکردم. انا همین خیل اولین نقشه که روی صحنه بازی کردم انا همین نقش بود. یعنی در جوانی من در نظر دارم خب یگون کسب دیگر مثلا یگون اختصاصی دیگر خب شما رو مفتون نکرده بود که مثلا حتما که باید من این رو انتخاب میکنم در آینده و بعدا با مرور وقت با گذشتن وقت سمت رو دیگر کردید. همین حالت بود یا نه؟ یا اینکه از اول بود. شما نه بود. من اول جمشید جان معذرت میخوام. من فن ادبیات بسیار دوست می داشتم و میخواستم به بخش فیلولوژیا داخل شوم. این آرزوام در دل بود. بعد فن فیزیک رو دوست می داشتم و قسمت همون رادیو الکترونیک رو و حتی در 2 صف در این 6 ماه کورسی رادیو تلمستری رو هم خونده بودم همون سالها. انا ولی هنر غالب آمد و بعد از ختم مکتب میانه راست به دانشگاه هنرهای زیبا رفتیم. خیلی عالی، خیلی عالی. خب دوستان عزیز، اکنون پر اون مسئولیت‌هایی که باید که استفاده شوند در خوراک ما الکی میده کردیم. من کمک رسانیدم، گفتیم که سبزی رو الکی انداختیم و بعداً پمیدور رو میاندازیم. شما پمیدور رو انمی جا گیرید جمشید جان. من این پمیدور در برنجابه همراه میکنم. کفایه است نمونش؟ کفایه است. انا کمی سرپوشش رو مونیم یک جوشه دارم برای که پست بود. خیر. سرپوش کجاست؟ سرپوش این خانه را در از کجاست؟ بله. تا خدمتی درمان کنیم. واقعا هم شما گفتید که ادبیات رو دوست می‌دارید و آنمون شعرهای زیادی نیست شما از خود کردید، هم در از عنوان مکتب خونی و هم خب بعد که با آنمون حیثی هم هنرپیشه تئاتر و هم کارگردان. همین طور است؟ ادبیات ما یک ادبیاتی است که تمام دنیا را تسخیر کرده است. و عیب است که وارثان رودکی و مولانا و حافظ و سعدی در وقت صحبت همچون یک شاهد معنایی یک بیت رو مثال نآورند. بله. برای همین شعر رو بسیار دوست می‌دارم و عموما تئاتر با شعر زنده است. درست است. تئاتر مال ادبیات نمایشی رو و مال ادبیات رو میگیرد و به تماشابین پیشکش میکند. برای همین اینها به یکدیگر نمیتوانند. برای همین ادبیات نمایشی میگویند دراماتورگی را. بله. شاهبیت بابای حافظ که میگوید بنشین بر لب جوی و گذری عمر ببین کین اشارت ز جهان گذران ما را بس. برای همین به شعر تاجیک باید به شعر نباشد. و خب چون این مصرع‌های شعری را گفتید البته که خب یک زندگی خیلی خوب و خوش و گوارا، یک عمر خیلی خوب دیده اید و دیده ایستاده اید و در آینده خواهید دید. خب اگر شما رو بگم که امید داریم اکوی باید خب اگر خوشبختی رو اگر با رنگ انتخاب کنیم
در نظر شما خوشبختی کدام رنگ است؟ ولی رنگ سفید و سبز که رنگ های پرچم خودمون هستند و در تاریخ ما رنگ سفید رنگ دینی پاک است و رنگ میگیریم سرپوش رو یک دم. این سرپوش ما رو غم داده هیچ غم نیست، هیچ قدر غم نجد. یعنی رنگ سفید معمولی که خب فکر میکنم اکثریت نفران همین رو خب میبینن یعنی خوشبختی رو همین است. بله، رمز پاکی و خوشبختی و رمز سبز آبادی دیگر نمیمونیم دیگر آبادی و سبزیش رواج را در نظر دارد، رشد را در نظر دارد. برای همین رنگ های سفید و سبز را بسیار دوست می‌دارم. خیلی خوب. خب میگذاریم به سوال دیگر. خب اگر مثال گیریم که شما رفت و امکان باشد، البته که امکان نیست دیگر، چیزی که گذشت برگردانیدنش امکان ندارد و چی چیز رو شما در حیاتتون تغییر میدادید؟ هست همین چیزی که اگر من امکان می‌داشتم من همین چیز رو تغییر میدادم؟ هست باری هم فکر کرده و چی رو کوتاه کار می‌دید؟ تمام بنده ها این آرزو رو دارند. نه فکر میکنم بعضی ها نه من در اندیشه اونم جمشید جان اگر اکثریت نداشته باشه منظورم اونایی که سن و سالشون یک کمی از 50 و 55 گذشتند، در این سن و سال آدم با گذشته بعضا نگاه میکند و میگوید که اگر این سوال پیش آید میگوید که من تنبلیم رو مثلا شخصا من اون تنبلی هایی که داشتم اون اصلاح میکردم، مطالعه رو بیشتر میکردم، زبان آموزی میکردم. خیلی فرصت های خوب را ما خوب استفاده نبردیم، کم مطالعه کردیم. به هر حال هر چی که مطالعه کردیم بازم کم است، برای همین نیست انسانی که ولی من از زندگی خودم بسیار شکرگزارم. زندگیم بسیار عالی گذشت و من در کسب دوست داشتم کار میکنم. آرزوی کارگردان شدن رو داشتم بعد تحصیل دانشکده بازیگری. رفتم در دانشگاه سنت پترزبورگ تحصیل کردیم، آمدیم در کسب خودم کار میکنم. از این آرزو خوبتر است با همچون سرریژسور در یگان نامیناسیون در آزمون ها نممکن نگرفتیم، ولی این معیار هنر نیست. کسی که در این طریقتی که ما پیش گرفتیم و شما پیش گرفتید و همه طریقت هایی که هستن، منظورم کسب ها، در همه طریقت ها هر کسی بی هنر است، اهل طریقت نیست. اگر بازم مصر حافظ مثال میبریم، در مذهبی طریقت خامه نشان کفر است. شما در کسب تئاتر یا در کسب مثلا روزنامه‌نگاری یا در کدام کسب، در کسب فراشی، اگر خلطور کردید، دروغ تازه کردید، خیانت به کسب خودتون کردید. برای همین کسب خودم را دوست می‌دارم. اگر با جوانی برمیگشتیم کارهای اسلامی کردگی بسیار انجام شده. خیلی خوب. سوال آخرین است و بعداً میگذاریم به علاوه کردن خاکه های خوشبوی کننده. خب فقط میخوام مختصر بگوید که مثلا اگر خب از همین سیمای ظاهری خودتون چی رو میخواستید عوض کنید؟ یگان چیز و من در نظر ندارم مثلا جراحی پلاستیکی رو نبود. مقصد خب میخواستید که موی سر داشته باشید تا آخری همین عمری یا نه؟ چون همین اسلوب شما که اوزیر دارید بسیار به خودتون زیبنده است، لیکن اکثریت دوستانم رو میگم از اون خودم میگن که موی سر میداشتم خوبتر است. شما چی فکر دارید؟ من میخوام خودی شما رو شاید دوره های ها جوانتر بودیم و موی میرفت یک کمی غم میخوردم، ولی همین من یاد ندارم که همون فرصت ها یادم نیست که من غم خورده باشم. شاید بودن ولی من یادم نیست. ولی خوب کمویی نشان دانشمندی و خیرات است دیگر. من برای اثباتی بسیار انا من دوستان عزیز با شما همراه میشوم. خب یعنی که شما هم دارید
کم کم ما رو به فیلم دنبالگیری دارید. کم کم نه خوبه که دنبالگیری دارم از همین لحاظ هیچ باکی نیست، یعنی که برای شخص این چیز مهم نیست. امیر پستر کنیم جمشید. پستر میکنیم، این چیز مهم نیست. خب خیلی خوب دوستان عزیز، بسیار یک صحبت خوب و خوش و گوارو است. واقعا هم با نفری که مثلا صحبت خوب و خوش دارد صحبت کردن بسیار طبع دل است. و در اینجا ما چیکار میکنیم؟ اکنون وقتی اون رسیده است که کمی ادویجات رو یک دقیقه بعد از یک وقفه برمیگردیم بینندگان عزیز و اعلام میکنیم خاکه های خوشبو کننده رو. ما رو همراه باشید. وقتی اون رسیده است که خاکه های خوشبو کننده رو اعلام کنم، من به شما پیشنهاد میکنم شما موافق طبع و ذوق شروع میکنیم از اینجا. یعنی همین بسیار در بازار چند گونه ادویجات های تاجیکی را یکجا میکنن و مردم مسچو همین بسیار دوست دارن. ما از همین همراه میکنیم یک کمی زیاد نه، کم ترک بعدا زیرا این مرچ است. بله مرچ همراه میکنیم زیاد نه بچه ها، کم کم موافق طبع و ذوق. بله کمی زیرا همراه میکنیم کم ترک. خب اگر بلغاری باشد بله هست، کمی بلغاری کم ترک، همونم کم ترک. انا عالی دیگر دوستان، عالی دوستان شما فقط اینجا باشید و این بوی بسیار لذیذ رو چیکار کنید؟ احساس کنید. میکوبیم درست؟ کمک میکوبیم. واقعا هم بینید دوستان انمون گل و گیاه ها و انمون سبزوات و میوجات و کبودی هایی که در کشور عزیزمون میرویند اکوی عبیدالله واقعا هم بسیار لذیذند. بله واقعا هم به طور به علاوه یگان انمون ماده های کیمیاوی هستند. چون شما زیاد رفته اید دیده در دیگر کشورها با انمون سفرهای هنری، ما نیز با قدر امکان رفتیم مثل شما نیز زیاد نه و به هر حال و میبینیم میدونیم میوه رو وقتی که میسنجیم هم میچشیم بسیار نمای زیبا دارند در اون طرف ها، لیکن اون مزه که سیب های تاجیکستان دارد، میوجات تاجیکستان دارد، من فکر میکنم که واقعا هم گل و گیاه تاجیکستان با من راضی میشوند بیننده ها نیست. بسیار چی است؟ عالی است. از همین لحاظ باید که ما اگر خواهیم که سالم بمونیم، دائم و سالم باشیم، بیشتر از سبزوات، میوجات و هم کبدی های تاجیکستانی عزیز چیکار کنیم؟ استعمال نماییم. خیلی خوب. اکنون فرصت اساسی فرا رسید، یعنی الکای پورا خوراکی ما چی شد؟ پورا آماده است و این معنی اون رو دارد که چیکار کنیم؟ که سرپوش از طبق میبرداریم و خب اینجا میگذاریم. خب و کاسه ها مرحمت مرحمت و با کاسه ها میگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز الکای با کاسه ها گرفتیم. بله یک نمای زیبا دارد، بوی زیبا دارد و میچشیم که چگونه لذیذ است و چگونه مزه و لذت دارد. بعد از یک تنفسی کوتاه ما رو همراه باشید. بینید که یک خوراک سبکک طبع دل و واقعا هم از آماده کردنش اکوی دولت بسیار راضی است. فقط و فقط مونده است که چی است؟ چشم باید چشید. بایسته باشید. خب بایسته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. کمی میکوبیم کمکک. بله خوب اینک میچشیم. بابا دوستان عجب بینید انمون کبودی های چند نوع کبودی چگونه لذت داده هستند. ادویجات، پیاز. بله و من در سرشبیه برنامه چطور اشاره کردید در همین فصل همین شب و روزا وقتی که همین شمال خوری ها است، بله یک کمی شمال خوردید از همین، اگر
سیر چکه کرده آدم خورد یک کاسه نیم کاسه دو کاسه بعد یک قلمفور هم را کرده چون همون کسلی ها همون خنکی ها همون سردی های میبرارد زود دور میشوند. البته خیلی عالی دوستان، با اجازت شما باز من یک منم به عجب خودم تعریف میکنم دیگه غذای واقعا خودم هم دوستان عزیز به تعریف تا این دم مهمانانی که اومدند به برنامه ما خوراک‌های بسیار لذیذ آماده کردند و امروز نیز خب مهمانی ما دولتی عبیدالله یک خوراک بسیار لذیذ را آماده کرد. به شبهه میگویم که بسیار لذیذ است، بسیار بامزه است. من تشکر میکنم از شما که آمدید در برنامه ما شرکت ورزیدید. یک صحبت خوب و خوش و گوارا کردیم و در آخر چی گفتنی هستید برای بیننده های شبکه سفینه، برای دوستداران تئاتر، برای دوستداران برنامه لذیذ با جمشید؟ تشکر جمشید جان. سلامت باشن. تمامی مخلصان و تماشابینان تلویزیونی سفینه و مخلصان برنامه لذیذ و مخلصان تئاتر و تمامی مردم کشورمان سربلند باشند، تنصیحت باشند. بله. سربلند و همیشه خرسند باشید، تبسم از لبانتان کنده نشود. به تئاتر بیایید، تئاتر در خدمت شماست. تلویزیونی سفینه و برنامه لذیذ نیز در خدمت شماست. بله. موفق و سربلند باشید. تشکر زیاد. ما نیز در نوبت خود بر شما برار موفقیت مظفریت میخواهیم و من باوری کامل دارم که نمایش های نو به نو روی صحنه میآیند و از دیدنشون تماشابین بسیار حلاوت میبرند. تشکر زیاد باری دیگر. موفق باشید. سلامت باشند. بیننده عزیز، اینجا باشد برنامه نوبتی لذیذ با جمشید به آخر میرسد. خب همیشه سلامت بمانید، همیشه خوراک‌های لذیذ رو استعمال کنید موافق معیارش و همش خوب میشود. تا دیدار دوستان، خیر.